Assalomu alaykum do'stona aziz, hamzabonum tinchlikmi, zinda salomat va xonavod سربلند باشید. شما بهترین انسان‌هایی هستین که ویدیوم تماشا میکنید. الله تعالی از همه شما رضا باشد. خب در حدیث پیغمبر آمده است که کسی اگر به کسی رحم نکند خداوند با او رحم نمیکند. آن نفرانی که در روی زمین به اطرافیانش، به خویشتوارش، به هموطنان، به همزبانان، به مسلمانانی که مثل همدین ما هستند، با آنها بسیار رحمدلی میکنیم، مهربانی میکنیم، مشکلشون در برشون باشه، یا که یکم کارشون آسان میکنیم، یا که در تنگ دستی دستگیری میکنیم، مهربانی میکنیم. خداوند رحم بنده را مثل که ما را میخورد. وقتی که در حدیث پیغمبر محمد صلی الله علیه و آمده است که من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکند رحم نمیبیند. رحم از جانبی که از جانب الله تعالی. برای همین ما باید که با همدیگر همیشه در تنگ دستی، در دشواری، در چی میگن مشکلی هایی که به سر ما میاد، باید که با همدیگر مهربان و دلسوز و غمخوار باشیم و دست همدیگر رو گیریم. چی در وطن چی در غریبی همدیگر رو باید که به یاری همدیگر دایم باید رسیم و دستگیری باید کنیم. اولش اینکه مسلمان هستیم، دیگه‌ش که تاجیک ما دایم چی هستیم؟ مهمان پرور، غریب پرور، مسافر پرور می باشیم. زنده سلامت خانواده سربلند باشین. لایک گفتیمو میگن کو تاجیکای مشغول کنن، لایک زیر کنید که دیگه آدما تماشا کنن، پلیلیست کنین. آدما مثل در ثوابی مثل ما هم اشتراک میکنن، یعنی چی میگن خوش میشن و شما هم در ثواب مو همراه میشین. подписаться کنین. آخه подписаться تون چی نمیکنید؟ подписаться نمیخواید تماشا کردن ویدیو ما رو، подписаться هم کنین. خب میادارم علیکم.